میخوام یه چیزی نشونت بدم که بیدارت میکنه. فرض کن این مربع معادل 1 ساله و اینا هم 1 دهه و اینم معادل کل زندگیته، از اولین کیک تولدت تا آخریش وقتی 90 سالته. کوتاه به نظر میاد مگه نه؟ مطمئنم آدم بلند پروازی هستی و کلی هدف داری که میخوای بهشون برسی. ولی بذار ازت یه سوال بپرسم. هفته پیش چقدر سریع گذشت؟ اینا همه ی هفته هایین که تو زندگیت داری. هر ردیف 1 سال از عمرته. اگه خوششانس باشی و تا 90 سالگی زنده بمونی، کل عمرت همینه. هر مربع معادل 1 هفته است، از شنبه تا شنبه. باید درک کنی که زندگیت محدوده. این 90 مربع تمام چیزیه که داریم. ما فقط برای مدت خیلی کوتاهی زنده ایم، یه ذره خیلی کوچیک از تاریخ بشریت. چیزی که مهمه اینه که این مربع ها رو با چی پر میکنی. تصمیمش با خودته. فقط مطمئن شو وقتی به آخرین مربع رسیدی حسرتی نداشته باشی.